بذاریم بریم یه نگاهی به ریپل بندازیم با هم دیگه. این یه مثلث بود، ازش خارج شدیم. اینا رو همه قبلا گفتیم، اتفاق افتاده اکثرا و رسیدیم اینجاها شورت گرفتیم اگه یادتون باشه. اینجاها لانگ گرفتیم، یعنی اینجا شورت گرفتیم، اینجا لانگ گرفتیم. من اینجا یه سری تک پرافیت داشتم. من خودم این حرکت رو جا موندم و احساس میکنم که اصلا چیز عجیبی هم جا نموندم. من اینجا با شورت میگرفتم، یعنی ما یه سری اینجا هم خرید داشتیم که با خریدایی که اینجا داشتیم امروز برگشت همش رو دادیم رفت و اون قسمت اثبات این تیکه واسه من خیلی سود نداشت. حالا یه شورت گرفتم یا یه لانگ گرفتم سود بگیرم، ولی اون چیزی که میخواستم نبوده. اون سکشن اینجا بهتر بود تقریبا واسه من. خیلی خوب، حالا میخوام ببینیم چه خبره. این مثلثه اومده بیرون، درسته؟ وای، این لوگاریتمیک رو ما روشن کنیم ببینیم اصلا چه خبره. در کل یه موج شماری قشنگ بکن. این موج یک بوده. من فقط دارم راجع به ریپل تحلیل میزنم، اصلا کاری به کل مارکت ندارم چه اتفاقی میفته، چون جدیدا متوجه شدم دیگه مثل گذشته این آلت کوین ها، خصوصا اونایی که یه اسم و رسمی دارن، یه مارکتی دارن، خیلی حالا اینجوری نیست که با بیت کوین حرکت کنه. بیت کوین میتونه یه مدت رنج بزنه، اینا به کارشون ادامه بدن. من اینجوری میذارم که بهتر متوجه شین. یه ذره سخته، ای کاش اون چیزا رو خاموش میکنن. خب حالا این یک دو بوده. ما این موج سه رو تا اینجا میتونیم داشته باشیم، تا 11 حتی 16 به دلایل مختلف که حالا بعدا اگه خواستین بررسی میکنم براتون. خب بعد این سه باشه حالا تا هر جا، بعد یه 4 و یه 5، درسته؟ این میشه یه موج ایمپالسیو خانم الیوت. بعد حالا اون یک دو اینا، پس ما تو موج سه قرار داریم، این بلندترین موج، درسته؟ حالا بیایم موج شماری موج سه رو انجام بدیم. اون دیگه تموم شد. بیایم اینو کوچولوش کنیم، بیایم اینجا بگیم این یک بوده، این دو. خب الان سه از سه ایم، درسته؟ پس سه از سه اصلی ترین موجیه. آره، این سه شب و اون سه شب هر شبی مثل اون شب نیست. پس نتیجه میگیریم که به دلایل مختلف یکی این دوتا تارگت رو ما باید روی موج سه داشته باشیم. خب اینو من پاک میکنم چون واقعا گیج میکنه آدم و این خط و خطوط. حتی میتونم اینم پاک کنم ولی نمیکنم. میکنم مثلث، میدونین دیگه. خب نه نمیخواستم اونو پاک کنم به یه دلیل، حالا میگم. خب حالا که به اینجا رسیدیم، ما یه دونه اینجا موج شماری دیگه داریم. حالا میگم بقیه‌اش هم میگم، اینم میگم که چی شد و چی کار میخوایم بکنیم. این طلای ایران رو داشته باشیم. چه خبر؟ 7470 روزانه رو کجا ببندی قشنگه؟ آره ولش کنیم اونو. خب موج شماری 1 2 3 4 5. خب ما حالا بیایم یه ذره ریز موج‌ترش بکنیم که یه چیزایی هم ببینیم. ببین ما اگه بگیم این یک بوده، اینجوری نهایت هم میتونه باشه. این مثلا دو بوده، این سه، حالا یه همچین چیزی. بازم ریزترش میکنم. اوکی، الان میگم چرا. خب این هم مثلث اومده بیرون. خب از مثلث که میاد بیرون یه موج یک میده، یه موج دو، یه موج سه. بعد میتونه اصلاح کنه چون کلش میشه کلش میشه یک دو، بعد سه شوت میشه میره اون جایی که میخواستیم. اوکی، پس ما میایم حالا موج یک رو پیدا میکنیم. این تا اینجا ای. اگر تا اینجا اصلاح نده، یعنی تا 1 و 8 همچنان ریپل بولیشه، ولی من به نظر مثلا اگه اصلاح بده تا 1 و 9 حتی میتونه برگرده تو این مثلث. بذار اینو پاک کنم. برگرده تو این مثلث اینجا و بعد بره. نمیخواد، مشخصه دیگه. برگرده رو این یه مثلث این شکلیه. اینم یه دو تا خطه. حالا من فقط این ترند لازم داشت. اوکی،
پس حالا بریم سناریوها رو با هم بررسی کنیم ببینیم که چطوری میشه. خب ما گفتیم که پس از اینجا که اومدیم یه موج 1 بود، این یه 2، این 1، این 2، این 3، این اصلاحش 4. اینا رو قبلا گفتم. پس میشماریم دیگه. این 1 بوده، 2 بوده، 3 اومده بیرون، 4 برگشته. حالا این میتونه یه آب 3 باشه و بعد ادامهش رو بره، یا اینکه میتونه یه اصلاح بده دوباره. فیبوناچی چیز قشنگ. ما اگر اینو اینجوری در نظر بگیریم، بگیم این 1 بوده، 2 اصلاح داده، حالا یه جا تموم میشه، این اصلاح شروع میکنه به بالا رفتن. خب فیبوناچی یه خاصیتی داره که خوبه یا بده همزمانی، که حتی اشتباهش هم کار میکنه. خب من نیست مثلا حالا شما الیوتو خوب روش چی میگم محاسبه کنی بعد. خب به نظر من این اشتباه. به نظر من چون این یک موج اول 1 2 معمولا میتونه تا 90% اصلاح بده، حتی به عنوان موج 2 50% اصلاح داره، منطقیه. تا اینجا بیاد منطقیه، تا همینجا، تا زمانی که اینجا نرفته منطقی، یعنی پایین موج ای نره یه ذره، یعنی خود اینم درست نیست، نباید یه اندازه باشه. معمولا اینجور چیزی پیش نمیاد، نباید بیاد. حالا ممکنه یه باگی چیزی پیش بیاد اینجوری بشه، نمیدونم، معمولا پیش نمیاد. خب پس ما میتونیم اینو بیایم اینجوری تنظیم کنیم، بگیم اوکی مثلا تا اینجا هم بیاد که خیلی اذیت کنه، مثلا تا اینجا. داریم همش محاسبه میکنیم و منم مثل شما فقط دارم میسنجم. نه واقعا احمقانه میشه. یه لحظه وایس. بذاریم مثلا این اگه اون بوده، اون چه اینی میشه اون وقت. اینو بذاریم اینجا، مثلا تا اینجا اومد. خب بعد تا اینجا برگشت. خب اگه این اون بوده، وان تو وان اکستنشنش یا اینه که قشنگ 2 و 4، یا اینه که قشنگتره. آره دیگه. بیاد حداقل از لحاظ چی؟ از لحاظ سمارت مانی این آخرین کندل نزولی ضعیف قبل از یک حرکت صعودی قوی بوده. اوکی؟ و اینکه حالا به نظر من خیلی ساده نمیشه اینجوری بهش نگاه کنیم. این بچه‌ها میتونه این کارو بکنه. این میتونه از اینجا بیاد یه همچین چیزی رو تشکیل بده و بره بالا. خیلی ساده میتونه این کارو بکنه که احتمالاً بکنه. خب ولی حالا ما داریم در نظر میگیریم دیگه احتمالاً. این فیبوناچی من بچرخونم قشنگتر شد. اوکی؟ 2 3 بد نیست. این محدوده 2 3 بد نیست که این بشه 1 2 بعد 3. به نظر من بین 4 تا 5 میره. چرا 4 تا 5؟ خب ساده است دیگه. این یه دونه مثلث، این فلگه، اون که مثلثه این فلگه دیگه. خیلی ساده است. ما از همین حرکت ایمپالسیو شروع میکنیم، کاری به اون موج 1 هم نداریم. حالا اینو اگه اینجا بذاریم تا 11 میره. اگه بالا بذاریم یعنی از خروج این، یعنی اینجا تا 16 میره. حالا من همون 11 رو میگم، کاری ندارم. و اگه لگاریتمیک رو خاموش کنیم، اون لگاریتم روشن، درسته؟ اگر لگاریتمیک رو خاموش کنیم، ای بابا کجا خاموش؟ یه ذره با لگاریتم روشن و خاموش قضیه خیلی متفاوته. به خاطر همین ما لگاریتم خاموش هم استفاده میکنیم. مهم اینه که طولش مهم. اینو بذاریم اینجا بهمون 4 خورده. ولی من به نظرم اگر مثلثه باید از بریکاتش حساب کنیم که بهمون
5 خورده ای. این از این. پس تارگت ما برای امسال میتونه تا 52 باشه. امسال داره. ببینم امسال هر سال هر سال میگیم دریغ از پارسال. سال این چند سال، امسال پارسال ایران سال. هر سال میگیم دریغ از پارسال. آره خدا رحمت. آره امسال. آره چرا که امسال میتونیم. مرسی از ریپل عزیز که من توی این موقعیت گذاشته. خیلی خب برگردیم حالا بازم حالا بریم وقایع اتفاقی ها رو با هم بررسی کنیم. فیبوناچی بمونه مشکله. من این تارگت زرده واسه اینه که احتمالا شورت بگیرم. بگم بهتون احتمالا احمقانه است اینجا شورت من احتمالا بگیرم. شایدم بگیرم شاید. حالا باید دید. خب ولی رو هفتگی یه نگاه بکنیم بهش. رو هفتگی نگاه کنیم. آره. رو هفتگی یه نگاه بهش بکنیم. هفتگی میتونه بیاد اینجاها رو هم ببینه، تایمی رو سپری کنه و بعد خروج داشته باشه. اینجا 2 8 2 7. چرا که نه. خیلی زیبا. مثل همه اینجا هم مثلا این کار کرد. برو نگاه کنید اینجا هم دقیقا همکارش همچین شکلی داره. یه کندل بچه کندل فیلانو. یا اینکه ادامه بده، یعنی اصلاح تموم بشه فردا پس فردا مثلا 3 شنبه 4 شنبه و حرکتش رو آغاز کنه به سمت بالا. بستگی داره که امشب کندل رو چجوری ببنده. اصلا بیستی من به شما بگم توی کریپتوکارنسی این شکل کندل میبینی اصلا رفتی به هیچ کجا پیدا نمیکنه. 100 تا روزانه شکل‌های مختلفی بنده فرداش یه کار جدید انجام. یعنی از رو شکل کندل نمیده. ولی اینجا یه گپ داشته پر کرده. بیا این وری بهش نگاه کن. اینجا یه حرکتی آغاز کرد 1 2 3 4 5 آ ب سه یه گپ رو پر کرده. حالا میتونه حتی تا اینجا بیاد و بریش بمونه. خب یا اینکه از همینجا که گپ رو پر کرده این گپ این گپ رو پر کرده شروع کنه حرکتش رو نسبت به اون تارگتی که ما میخوایم. یه بار از این ور بزنیم اگه بگیم این از اینجا ببخشید